سرخط مهمترین خبرها: تجلیل عید فطر در تاجیکستان، واکنش وزارت کارهای داخلی به خبر بازداشت جوان تاجر در ایتالیا و گفتگوی اسرائیل و حماس برای آتش‌بس بی نتیجه تمام شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 10 اپریل در تاجیکستان و بسیار کشورهای مسلمان عید فطر جشن گرفته می شود. صبح امروز هزاران نفر مسلمانان تاجیکستان برای ادای نماز عید در مسجدها جمع شدند. نماز عید ساعت 6:30 در مسجدها ادا شد. در آستانه عید فطر امسال باز هم موضوع عیدگردک کودکان داغ شد. وزارت معارف آخر ماه مارس با ارسال مکتوبی رسمی از آموزگاران مکتب‌ها خواست برای پیشگیری از عیدگردک کودکان چاره اندیشند. والدین بعضی خوانندگان گفتند از آنها زبان خط گرفتند که فرزندان خود را از عیدگردک منع می‌کنند. این تصمیم واکنش‌های اکثرا منفی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. خبرنگاران رادیوی آزادی میگویند با وجود دستور وزارت معارف از صبح امروز کوچه‌های پایتخت و دیگر منطقه‌ها فضای عیدانه نداشت و کودکان در دست خلطه به خانه‌ها می‌رفتند و تحفه می‌پرسیدند. در شهرهای روسیه که میزبان هزارها مهاجران از تاجیکستان هستند، صبح امروز نیز نماز عید برگزار شد. در نوارهایی که مهاجران برای رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که هزارها نمازگزار به مسجدها برای ادای نماز عید آمدند. بینندگان عزیز، اگر شما هم از برگزاری نماز عید در روسیه نوار دارید می توانید برای ما فرستید. در همین حال پرزیدنت امام علی رحمان در پیام تبریکش به مناسبت عید رمضان بار دیگر مردم را به سرفکاری دعوت کرد. امام علی رحمان روز 9 اپریل گفت عیدهای رمضان و قربان توی نیستند و دعوت نمود که این روز را نه با آراستن دسترخوان با دبدبه بلکه با عیادت، زیارت و گرامی‌داشت خاطره گذشتگان سپری کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خبر بازداشت یک شهروند کشور در ایتالیا واکنش کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت بگاه 9 اپریل با پخش اطلاعیه گفت الهام سعی‌رحمانزاده با درخواست تاجیکستان در شهر ریم ایتالیا دستگیر شده است. در اطلاعیه وزارت آمده است این ساکن 32 ساله ناحیه رودکی از سال 2018 برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته در جستجوی رسمی قرار دارد. مقامات تاجیک بدون آوردن شرح بیشتر تنها گفتند تلاش دارند الهام سعی‌رحمانزاده به تاجیکستان استرداد کرده شود. پلیس ایتالیا این شهروند تاجیکستان را روز 8 اپریل با اتهام تروریسم و عضویت در گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در فرودگاه شهر روم دستگیر کرد. رسانه‌ها نوشتند او با جرم قاچاق سلاح در اوکراین محکوم شد و در ماه ایول سال 2023 در بلژیک نیز بازداشت گردید ولی زود رها یافت. پلیس ایتالیا روز 8 اپریل ویدیویی را نشر کرد که ماموران امنیتی جوانی را که سیمایش را نشان نمی‌دهند به اداره پلیس میبرند. ترکیه برای تعلیم نظامیان تاجیک 2 میلیون لیره یا $62,000 می‌دهد. سازش دوشنبه و انقره در این باره 28 مارس امسال برای تصدیق به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. رادیوی آزادی 9 اپریل با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند از حساب بودجه ترکیه برای تعلیم هیئت شخصی قواهای مسلحه تاجیکستان 2 میلیون لیره یا کمی بیشتر از $62,000 آمریکایی جدا می شود. این مبلغ برای خراجات نقلیات، خوراکواری و خوابگاه، اینچنین پرداخت‌های آموزشی و کورس‌های افسران تاجیک در ترکیه پرداخت می شود. سازشنامه پیش بینی می‌کند که نظامیان تاجیک در مرکزهای تعلیمی نظامی ترکیه می توانند آموزش گیرند. سازش دوشنبه و انقره درباره آموزش نظامیان تاجیک برای 5 سال پیش بینی شده است. به خارج کشور فرستادن نظامیان برای تدریس یک تجربه معمول در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. تا این وقت افسران تاجیک در دایره سازشنامه‌های بین دولتی برای تعلیم به روسیه و قزاقستان فرستاده می شدند. یک روز پیش از عید فطر بالاروی نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان مشاهده شد. خصوصا در منطقه باختر ولایت ختلان ساکنان از قیمت شدن محصولات در بازار صحبت می‌کنند. در شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز تقریبا وضع همین گونه بود. رادیوی آزادی از ساکنان شهر باختر در همین باره پرسید. در خدا آسمونه همه مسلمانی گم کردگی چیزی 1 سومن رو 10 سوم کردگیان آخه اونا شو برای ایرو انصاف های من اول خرید نکردم. من حوض شریف میرم آفتم خرابکش کتونه در بدون نکنه و هم چکلی که مردم خریداری که هم خیلی نرخ رفته قیمت تر تو خوراکه کمتر قیمت تر. قیمت چی میگن؟ نرخ نو گوشت قیمت چی میگن؟
نمیدونم مردم همون چی همه میخره گفته ای هر روی همون میبردارن مسلمان دولت عربستان او جای یک روز دو روز پیشکی ارزان میکنه 10 درم هم باشه ارزان که ثواب شده چند خمشه هم خیسته بالاتر اگه نرخ قیمت خیسته اگه ارزونیش نیست اون قیمتیش هست نمیدونم که چی سبب باید نگه قیمتش خیلی شلو با دعوی ارزون میشه همه نرفتم بزرگ با حرمت خدا ندومه نمیدونم به خدا جو نرفتم خیلی شیعه نرمال نی او خیلی بدم نیسته نیشه یکم نرستم همه چین خمون دودر خریدن کردن نه نمیدم کارتر پوشم میگیم همه دونم از یگون شنای نفهمیدم نرفتم نیدم برای سیستم کووید این همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حکومت تاجیکستان نامگو و مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های ماده دولتی به پرداختن باج دولتی و تنها با سپردن نیم انداز از ارزش علاوه شده به کشور خواهد آورد. رادیو آزادی روز 10 اپریل با محتوای سند شناس شد. در قرار حکومت آمده است آژانسی ذخیره‌های ماده دولتی سال 2024 برای وارد کردن 100,000 تن گندم، 30,000 تن شکر، 250,000 تن سوزشواری دیزلی و بنزین و 20,000 تن نوری‌های مینرالی امتیاز دارد. مقامات میگن هدف از دادن امتیاز به آژانسی ذخیره‌های ماده دولتی معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری در بازار است، اما صاحبکاران و کارشناسان اقتصادی دادن امتیاز به یک اداره دولتی را که اشتراکچی بازار است خلاف رقابت گفتند. گروه فلسطینی حماس پیشنهاد اسرائیل را درباره آتشبس نپذیرفته است. در این باره شام روز دوشنبه خبرگزاری رایترز اطلاع داد. در گفتگوهای قاهره که پیشتر اعلان شده بود انتظار می‌رفت بین حماس و اسرائیل سازشنامه امضا شود، شرط آتشبس از دو بندی اساسی عبارت بود: آتشبس جانب اسرائیل در عوض آزادی گروگانانی که 7 اکتبر سال 2023 از سوی حماس ربوده شدند. بعد رسما اعلان شدن ناکامی گفتگوها، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مهلت نوی را برای راه اندازی عملیات نو در شهر رفح اعلان کرد. روز یکشنبه گذشته اسرائیل و حماس نماینده های خود را برای گفتگو به قاهره مصر فرستاده بودند. میانرف‌ها از قطر و مصر نیز وارد قاهره شدند. برای شرکت در گفتگوها مدیر ریاست مرکز اکتشافی آمریکا اویلیام بیارز نیز به قاهره رفته بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 اپریل را فرا می‌گیرد. 10 اپریل سال 1018 نظام‌الملک توسی تولد شده است که 74 سال عمر دید و در تاریخ چون وزیر عادل دولت سلجوقی‌ها و مؤلف سیاستنامه معروف شد. تاریخ‌نگاران میگویند او با تکیه به تجربه سامانیان و غزنویان نظام دولتداری را در عهد سلجوقیان به ترتیب درآورد و تلاش می‌کرد از منفعت‌های اجتماعی مردم دفاع کند. مؤسس مرکزهای علمی و مکتب و دانشگاه‌هایی است که با نام نظامی شهرت یافتند. همزمان از او همچون حامی و مشاوری وفادار ترکان سلجوقی و هم مبارز رویه سنی یاد می‌کنند. 14 اکتبر سال 1092 از دست حمله‌گر کشته شد که گمان می‌رود پیرو مذهب اسماعیلی و فرستاده پیر علامت حسن صباح بود. 10 اپریل سال 1919 در شهر سمرقند نخستین شماره روزنامه شعله انقلاب چاپ شد که ناشرش پارتی کمونیستی ترکستان بود. بیش از 2 سال چاپ شد و از اولین گازیته‌های در امارت بخارا بود که خواننده تاجیک را با بعضی نطق و مقاله‌های لنین و اولین قرارهای حکومت شوروی شناس می‌کرد. هدف نشریه سهمگذاری در تقویت حکومت بلشویکی بود.
10 اپریل سال 1930 در حدود شهر دوشنبه نخستین برنامه‌های رادیوی دولتی تاجیکستان صدا داد و 2 سال بعدش 30% قلمرو این جمهوری کوهمنظر با برنامه‌های رادیویی فرا گرفته شد. امروز شبکه‌های بیشتری رادیوی دولتی مثل تاجیکستان صدای دوشنبه، فرهنگ، آواز تاجیک و خاور برنامه‌ها تهیه می‌کنند. زیاده از 30 شبکه دولتی و خصوصی رادیوهای فعال در تاجیکستان برنامه‌های خود را زیر خودسانسوری تهیه و پخش می‌کنند. شبانه روز گذشته قرب دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان باز هم پایان رفته. ارزش روبل روسیه باشد بی تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل به 118 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. ممنون از همراهیتان با برنامه‌های رادیوی آزادی.